فکر میکنی دیگه تمامه؟ تو فکر میکنی این دیگه آخر خطه؟ نه رفیق، حتی نزدیکشم نیستی. تو تازه داری اولین لایه های رنج واقعی رو لمس میکنی. ببین منو خوب گوش کن. این چهره، این صدا، این زخما یه داستان واسه گفتن دارن. داستان جنگ های شکست خورده، شبایی که اینقدر تاریک بودن که حتی ستاره ها میترسیدن بدرخشن. فکر میکنی آسیب دیدی؟ تو نمیدونی آسیب چیه. آسیب وقتیه که حس کنی روحت داره زیر بار شکست های بی پایان له میشه. هر شکست سنگین تر از آخری. وقتی وسط طوفان وایسادی هیچ خونه ای نداری که بهش پناه ببری. هیچ دستی واسه گرفتن نیست، فقط نیش سرد واقعیت که دندوناشو تو روحت فرو میبره و حتی نزدیکترین آدمای دور و برت وایسادن و دارن نابودی تو تماشا میکنن. آره، زندگی جونور بیرحمه،